به همگی. روز جمعتون بخیر باشه. امیدوارم یه حال همتون خوب باشه. من روز جهانی زن رو به همه زنان عزیز و فالوورای عزیزم، خانوما و دخترای عزیز تبریک میگم. ایشالله که این روز جهانی زن بهانه‌ای بشه که قدر خودمون رو بیشتر بدونیم و از خودمون بیشتر مراقبت بکنیم. مرسی از همه کسایی که منو دنبال میکنن و چالش رو به من انجام میدن. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه یکم لایو با تاخیر برگزار شد و همچنین اگر من به پایین نگاه میکنم دارم به نوتام نگاه میکنم، پس به قصد بیادبی لطفا نگیرین و این 2 تا عذرخواهی رو هم از من بپذیرین. اسم من نسیمه، من دانشجوی روانشناسی هستم و یه چالش 21 روزه رو با هم دیگه طراحی کرده بودیم تا بتونیم با هم دیگه یکم ذهنمون رو سر و سامون بدیم و یه خونه تکونی بکنیم و چالش هم 21 روزه و خدا رو شکر با هم دیگه تونستیم هفته اول چالش رو به پایان برسونیم و امروز روز 7 و من گفتم که یک لایو بذارم و تمام مسائلی که برای هفته دوم یا فاز دوم در واقع چالش هستش رو بهتون بگم. خب همونطور که گفتم ما روز 1 تا 5 رو گذاشتیم برای اینکه بریم کند و کاش بکنیم و اوت پرجینگ بکنیم یا بیرون ریزی بکنیم، خاطراتمون رو بنویسیم و مرسی از همه افرادی که فیدبکاشون رو بر من فرستادن. خیلی هم گفتن برامون سخته، نمیتونیم، انگاری که مثلا این در صندوقچه قدیمی رو باز کنیم، کارهایی که عمدی هممون با ما انجام دادن این برامون نوشتنش و خاطر به یاد آوردنش سخته و میخواستم بگم که بله این پروسه برای همه سخت بوده و تا جایی که بهتون فشار نمیاد و تا جایی که زندگی روزانه‌تون رو درگیر نمیکنه، تا جایی که میتونین این تمرین ها رو انجام بدین، چون آخرش و خروجیش خیلی مثبت هستش. و بازم ممنون از کسایی که فیدبکاشون رو برای من فرستادن، میگفتن که مانتراها خیلی به ما قدرت فیدبکاتون و واقعا برام همش رو به صورت خصوصی من بهتون جواب دادم و همه رو چیزایی که تو دایرکت برای من میفرستادین و تا جایی که تونستم جواب دادم و این خیلی قوت قلب بود که یک سری از افراد استوریای من نگاه میکنن و چالش رو دنبال میکنن. بریم سر فاز دوم، در واقع فیز 2 که در واقع فاز سلف کیر هستش که از امروز تا روز 10 ما کاری که میخوایم بکنیم درباره سلف کیر هستش که اولین تمرین رو هم براتون گذاشتم. تمرینی بود که درباره این بود که شما یک نامه به خودتون بنویسین و از خودتون تشکر بکنین. من هم تمام تمرین ها رو با شما انجام میدادم در کنارش و اینن که میدونم شرایط سختیه، یه موقع‌هایی شاید روزانه اسم یه سری از افراد بیاد تو ذهنتون و گفتم این چالش خاصیتی که داره شما حتی تو روز 21 هم میتونیم بریم برگردین و اون دوباره اون تمرینا رو برای خودتون انجام بدین. بحثی که امروز میخواستم دربارش صحبت بکنم بحث کودک درون هستش و همچنین با همدیگه یه مراقبه میخوایم انجام بدیم که این مراقبه بسیار خوبه و یکی از روانشناسای آمریکایی اولین بار توی برنامه اپرا در سال 1900 فکر کنم 85 بود یا 90 بود، دقیقش رو نمیدونم، ولی توی برنامه اپرا اولین بار اجرا شد که خیلی فیدبک خوبی داشت و این رو هم آخر در واقع لایو با هم دیگه انجام میدیم. میخواستم درباره کودک درون امروز کم بیشتر باهاتون صحبت بکنم و همچنین افرادی که چالش رو انجام دادن میدونن که باید خاطراتشون رو مینوشتن و اگر کاری که من ازتون میخوام بکنین برای امروز اینه که اولا چون روز زنه افرادی که خانوما به خودشون یه استراحت بدن و کاری که دوست دارن انجام بدن و همچنین بریم پیدا بکنین نقاط مشترک بین خاطراتتون و اینکه آیا یک اتفاق تکرار شونده توی این خاطرات برای شما انجام می شده؟ آیا تونستین مرزی رو، اتفاقهایی رو پیدا کنین که دائم توسط افراد مختلف برای شما اتفاق افتاده؟ میخوام این نقاط مشترک رو پیدا بکنین و ببینین که نقش من در واقع نقش شما چی بوده.
توی اون اتفاقات. از یه جای خب میدونیم که یک سری از اتفاقات توی بچگی بوده، توی بچگی ما اتفاق افتاده، زمانی بوده که ما خیلی قدرت خاصی نداشتیم، نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم. اونا رو من در واقع منظورم نیست، منظورم اوناییه که در اتفاقات تکرار شونده که در بزرگسالی ما میفته. این رو میخواستم برای خودمون بنویسیم اگر امکان داره. برگردیم به بحث اصلیمون، کودک درون. کودک درون شما در واقع یک بعد بعد روانشناسی هستش یا یک اصطلاح روانشناسی هستش که به کار میبرن و این کودک درون شما با شما در واقع به وجود اومده، رشد پیدا کرده و تا جایی رشد پیدا کرده که بهش آموزش داده شده و تا جایی که والدین شما به شما یک سری دانسته ها رو انتقال پیدا کردن، کودک درون شما رشد پیدا کرده. برای مثال افرادی رو داریم که مثلا وقتی یه اتفاق میفته نمیتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن، یا خیلی وقتی یهو خیلی عصبانی میشن، یهو خیلی در واقع یا مثلا خیلی احساساتی میشن. اون چون بلوغ باید تو چند بعد اتفاق بیفته. ما یک بلوغ اجتماعی داریم، بلوغ رفتاری داریم و متاسفانه تنها چیزی که ما بهش توی فرهنگمون بهش توجه میکنیم بلوغ جنسیه که هم برای دخترها زودتره، برای پسرها توی سن 13-14 سالگی اتفاق میفته، ولی بلوغ باید توی تمام بعدهای ما اتفاق بیفته و کسانی که روی کودک درون خودشون برای خودشون کار نمی‌کنن این رفتارهای کودک مدارانه توی زندگیشون بیشتر جلوه پیدا میکنه و در واقع کودک درون اون بخشی هستش که ما جلوی بزرگ شدنش رو گرفتیم یا یه موقعی بچه بودیم بهمون گفتن این کار انجام نده، این کار انجام. در واقع تمام صدها، تمام فیلترها، تمام تراماها، تمام ریسپانس های و تمام پاسخهایی که ما در برابر اتفاقهای مختلف بینیم، وقتی عصبانی میشیم چی کار میکنیم، وقتی احساسی میشیم چی کار میکنیم، وقتی یکی ترکمون میکنه، در واقع از همون کودک درون نشأت میگیره. و یک چیز دیگه هم که میخواستم دربارش صحبت بکنم این بود که شما حالا این یک تئوریه ولی تئوریه که روش کار شده و جواب دادم و من خودم هم جواب رو گرفتم. انگار که وقتی که شما کودک درونتون رو باش ارتباط میگیرین به بخشی از ناخودآگاه خودتون دست پیدا میکنین و این باعث میشه که شما بتونین به بعد جدیدی از روانتون دست پیدا بکنین و استحاله تئوری که هستش میگن که شما اگر راست دست هستین دست چپتون، اگر چپ دست هستین دست راستتون، دستی که دست اصلی برای انجام دادن کارها نیست، این یک حالت روانی داره و اگر شما میگن که این دست در واقع کودک درون خودتون رو میتونین از دستی که باش خیلی کار انجام نمیدین با کودک درونتون ارتباط پیدا بکنید. و همچنین کتاب شفای کودک درون هم من خیلی پیشنهاد میکنم که در واقع شما یه سری تمرینات با آینه هستش که من خودم این تمرینات رو انجام دادم، یک سری مانتراگویی ها هستش که همه اینا شروع میکنه روی ذهن ناخودآگاه شما کار کردن. بحث کودک درون رو در واقع اون تصوری که خیلی مهمه، تصوری که شما در بچگی خودتون رو وقتی که بچه بودین تصور بکنین انگار یک همچین کودکی در درون شما هست و تمام ذوق و شوق و تمام احساسات شما از اون نشأت میگیره. از نظر میگم این یک تئوری روانشناسی هستش و روش خیلی کار شده ولی هنوز در واقع علم ما اونقدر پیشرفت نکرده که بتونن از طریق دانش و ساینس این رو در واقع به ثبت برسونن، ولی از نظر روانی کاملا اثبات شده که کودک درون وجود داره و وقتی که شما روی شفای کودک درونتون کار میکنی خیلی از احساسات شما، خیلی از کنشگری های شما، خیلی از رفتارهای شما شفا پیدا میکنه و شما ارتباط مستقیم تری با خود درونی و خود واقعیتون میگیرین. ما متاسفانه به خاطر فرهنگی که داریم و به خاطر محدودیت هایی که توی فرهنگ ما هستش خیلی فیلترها رو خودمون میذاریم و این باعث میشه ما از خود واقعیمون، از خود در واقع اصلیمون خیلی دورتر بشیم.
پس این بحث کودک درون که ما در واقع مراقبه‌ای هم که آخر جلسه می‌خوایم انجام بدیم روی کودک درون هستش. این از این. میخوام یه بحث دیگر دربارش صحبت بکنم. بحث کوپینگ مکانیزم هستش یا رفتارهای پوشاننده یا رفتارهایی که ما ازش استفاده میکنیم تا وقتی یک اتفاقی برای ما اتفاق میفته، یک مشکلی برای ما پیش میاد، ما اون رو بتونیم راحت منیج بکنیم. کوپینگ مکانیزم در واقع میانبرهای روانی هستش که ذهن ما داره تا ما رو در واقع تو حالت بقا نگه داره و یه موقع‌های خیلی این کوپینگ مکانیزم ها خوبه اگر روش کار بکنیم و خیلی موقع‌ها باعث سلف دمیج یا در واقع باعث آسیب رسانی بیشتر به خودمون میشه. یه سری از این کوپینگ مکانیزم ها رو بهتون میگم و چیزی هم که خواسته هم که ازتون دارم اینه که لطفاً در خودتون جستجو بکنین و کوپینگ مکانیزم ها یه خودتون رو پیدا بکنین. خب حالا بیشتر توضیح میدم و تا بیشتر بفهمیم و این اصطلاح رو بیشتر باش آشنا بشیم. در واقع رفتارهایی که ما موقعی حالمون بده توی یک شرایط تنش و استرس‌های قرار داریم انجام میدیم که یک سریش رو من بهتون اشاره میکنم. یک سری از افراد برای مثال ذهنشون قفل میشه، نمیتونن هیچ فکری بکنن وقتی اتفاقی میفته. این یک کوپینگ مکانیزم هستش. یک سری افراد شروع به پرخوری عصبی میکنن برای اینکه میخوان و این رو زیر لایه‌اش رو میخوام بگم که باعث به وجود اومدن خیلی مشکلات سلامتی میشه، باعث ریزه‌خواری میشه، باعث میشه که در واقع شما هر وقتی براتون مشکلی پیش میاد به سمت خوراکی ها بریم و این خب باعث چاقی میشه، باعث افسردگی میشه و این نشأت گرفته از اینه که شما با خوردن و پرخوری باعث میشه که اون گردش خون و سیستم خون شما از مغز شما بیاد در واقع به سمت معده شما و وقتی که این اتفاق انجام میفته در واقع شما یک حالت حالا من عذرخواهی میکنم ولی یک حالت نشگی برای شما به وجود میاد در ذهن شما، برای اینکه گردش خون نسبت به ذهن شما کمتر میشه و چون میره به سمت معده شما کمتر فکر میکنی و یک حالت بی‌حس کردن رو داره که خیلی متاسفانه توی فرهنگ ما شایع هستش و چیزی بوده که منم خودم خیلی روش کار کردم و این نشأت گرفته از اینه که ما توسط یک ساپورت سیستم قوی نداشته باشیم یا در واقع اون طرفی که ازش انتظار داشتیم اون دوست داشتن رو به ما نداده و برای این هستش که ما و یا اتفاقهای خوبی توی زندگی ما نیفتاده، کودکی خیلی خوبی نداشتیم، کودکی رنگین و درخشانی نداشتیم و تنها چیزی که ما رو خوشحال می‌کرده شاید همین غذا بوده. پس در واقع غذا یا ریزه‌خوری یا پرخوری عصبی یک کوپینگ مکانیزم هستش تا شما رو از اون شرایط استرس‌زا دور بکنه، استرسایی که توی حال کودکی شما بوده و شما انقدر این رد عصبی رو که توی توی لایو اول دربارش صحبت کردیم، انقدر این رد عصبی رو روش کار کردین که در واقع پاسخ اتوماتیک شما شده که هر وقت شما توی شرایط استرس‌زا قرار میگیرید باید یک چیز شیرینی بخورین یا یک غذایی بخورین. این از که در واقع اینها بیشتر در واقع زیرلایه‌های روانی داره که شما باید این رو خودش کار کنید و اولین قدمش اینه که شما این عادت و این عادت بد رو در واقع شناسایی بکنین و به خودتون حق بدین که آره من به خاطر اتفاقهای بدی که میافتاده، به خاطر شرایط خوبی که توی زندگی من نبوده، به خاطر تنش‌هایی که توی خونه بوده، این غذا تنها خوشحال کننده من بوده. حالا این پرخوریش رو من گفتم. یه بخش دیگه داره مثلا افرادی که رو به الکل میارن، افرادی که رو به مواد مخدر میارن، افرادی که رو به رفتارهایی میارن که اگزاجره شده هست. یعنی یک رفتار رو برای مثلا گیم بازی کردن خودش به تنهایی خوبه و برای ذهن خیلی خوبه، وقتی که یک طرف مثلا 16 ساعت از 24 ساعتش رو میذاره برای گیم، این یک رفتار اکسسیو هستش و داره در واقع خودش رو خود درمانی میکنه و انگار یک مسکن درمانی میکنه، این مسکن به خودش میده که خودش رو آروم بکنه. پس هر رفتاری که از حالت
در واقع نرمالش خارج بشه، میتونه و اگزاجره باشه و به صورتی باشه که زندگی روزانه ما رو مختل بکنه. این رفتار رو ما بهش رفتار اعتیادآور میگیم که میتونه در واقع زیرلایه‌اش یک حالت کوپینگ مکانیزم باشه که شما این واکنش رو نشون میدی به خاطر شرایط استرس‌زا یا به خاطر تنش‌هایی که تجربه کردی. خب یکی دیگه از کوپینگ مکانیزم هایی که میخوام در راهش صحبت بکنم که خیلی هم شایع هستش، سوشال مدیا هستش و اینکه اسکرول کردن و همچنین رفتن ساعت‌ها توی سوشال مدیا فقط بدون هیچ دلیلی، به خاطر اینکه و همه ما در واقع فکر کنم این رو تجربه کردیم که اگر توی یک شرایط استرس‌زا هستیم در واقع میریم توی سوشال مدیا، شروع میکنیم به تیک تاک دیدن، شروع میکنیم به یوتیوب دیدن، شروع میکنیم توی اینستاگرام چرخ زدن و فکر میکنیم که با این در واقع با این کار داریم یک سری ترشح هورمون برای خودمون به وجود میاریم، ترشح هورمون دوپامین میکنیم که این در واقع باعث میشه ما از اون شرایط استرس‌زایی که توش هستیم یکم فاصله بگیریم. همه اینها کوتاه مدت جوابگو هستش ولی بلند مدت متاسفانه باعث اعتیاد میشه و باعث میشه که در واقع کار در روان ما هیچ در واقع یک بالا پایین شدن هورمونی به وجود میاد و در واقع هیچ به صورت بلند مدت هیچ فایده‌ای برای ما نداره. برای همین کاری که من ازتون میخوام این که حتما این کوپینگ مکانیزم یا در واقع این رفتارها رو توی خودتون شناسایی کنین و لیستش رو بنویسین که این به شما یک دیدگاه جدید میده. یک کوپینگ مکانیزم دیگه که دربارش میخوام صحبت بکنم که فکر میکنم خیلی هم شایع هستش ولی متاسفانه تا حالا من ندیدم دربارش جایی صحبت بکنن، دروغ گفتن به خود هستش که ما به خاطر که این رو در واقع تمام این عکس العمل هایی که ما انجام میدیم یا این رفتارهایی که در واقع یک حالت مسکن برای ما داره رو ما از در واقع دوران کودکیمون یاد گرفتیم و انقدر انجامش دادیم که برای ما یک رد عصبی قوی ساخته و هر دفعه که مشکلی برای ما پیش میاد ذهن برای اینکه کنترل زندگی رو از دست نده اون کار رو انجام میده. و خب میگم چه بهتر که الان که ما بزرگسال هستیم و میتونیم روش کنترل داشته باشیم این رو بتونیم عوض بکنیم و به سمت رفتارهای خوب ببریم. درباره دروغ گفتن به خود میخوام بیشتر صحبت بکنم که این رفتاری هستش که متاسفانه توی خانواده هایی که افراد نارسیسیسم یا خودشیفته قرار داشتن خیلی شایع هستش و هم یک آماری هم بهتون بگم که افراد خودشیفته به 4 دسته هستن و 4 دسته مختلف دارن و همچنین طبق آماری که جدیداً در واقع از طرف دانشگاه‌های آمریکایی منتشر شده میگن که از هر 6 نفر 1 نفر خودشیفته هستش و از این 6 نفر افرادی میتونن باشن که علائم خودشیفتگی و یا نارسیسیسم رو دارن و شما ببینید که 6 نفر عدد بالایی نیستش و ببینید که شاید حتی اگر دور و بری‌های خودتون رو هم نگاه بکنین بتونید افرادی رو پیدا بکنین که خودشیفته هستن و خودشیفتگی به 4 دسته هستش. حالا من نمیخوام وارد بشم خیلی چیز بکنم، یک حالت کلاسیکش هستش که یک توضیح خیلی کوتاه میگم بعد دوباره برمیگردیم به بحث خودمون که این هم در واقع نارسیسیسم یا خودشیفتگی یک رده‌بندی داره و اولیش نارسیسیسم کلاسیک هستش و گراندیوز نارسیسیسم رو داریم، ویکتیم مایندست نارسیسیسم رو داریم و همچنین آخر سر مالیگننت که بدترین مالیگننت فور نارسیسیسم یا خودشیفتگی که بدترین فرم خودشیفتگی هست رو داریم. خب حالا یکم علائمش رو من براتون توضیح بدم تا با این بحث خودشیفتگی شما بیشتر آشنا بشین. کسانی که فقط به خودشون در واقع خودشون رو قبول دارن، حرف افراد دیگر قبول ندارن، از زیر مسئولیت پذیرفتن اشتباهاتشون در میرن، همش سعی دارن شما رو در واقع مقصر قرار بدن. اینها و افرادی که خودشون رو همه بالاتر و مشخصتر و مهمتر میدونن و پس ذهنشون اینه که من بهتر از همه هستم و من از ارزشم از همه بهتره، اینجا جای من نیست، من توی این جامعه دارم خورد میشم، من لایق بهتر هستم و
اینها همش به صورت نرمال توی همه ما هست، ولی وقتی که حالت اکستریم رو میگیره ما بهش میگیم خودشیفتگی و متاسفانه به خاطر کودکی بدی که این افراد داشتن این میاد که به توجه کافی رو از والدین نگرفتن، اون نوازش ها و مهربونی ها رو از والدین نگرفتن. این یکی از دلایلی هستش که خودشیفتگی به وجود میاد و همچنین خودشون والدین نارسیسیست و خودشیفته‌ای داشتن که در واقع پدر یا مادر این رفتارها رو در واقع نشون میداده و این باعث شده که اون کودک هم این رفتارها رو ناخواسته یاد بگیره و در واقع به این سمت خودشیفتگی کشیده بشه. حالا این رو گفتم برای اینکه خیلی ماها متاسفانه وارد روابطی میشیم، حالا روابط خانوادگی هست، روابط دوستانه هست، روابط عاشقانه هست که ما افرادی که در معرض افراد خودشیفته هستن، افرادی که میگیم که شاید یکم احساسی تر هستن، یکم سیمپاتیشون بیشتره، یکم در واقع احساسی تر هستن، این افراد وقتی که در مقابل یک فرد خودشیفته قرار میگیرن، برای اینکه بتونن در واقع با اون یک هم زیستی با اون طرف داشته باشن، شروع میکنن به دروغ گفتن به خودشون و این هم در واقع باز نشأت میگیره از رفتار پدر مادر در کودکی که حالا اون والدین در واقع رفتارهای ناکنترل نشده از خودشون نشون میدادن. یعنی شما نمیدونستی که یه روز حال پدر مادرت خوبه یا بده، برای همین به خودت دروغ میگفتی، به خودت رو در واقع دروغ میگفتی که بتونید یک همزیستی با پدر مادرت داشته باشی. متاسفانه این هم در واقع یک چیز دیگه هستش که مثلا توی روابط عاشقانه در واقع این زیرلایه خیلی خودش رو نشون میده که مثلا وقتی که شما درگیر یک فرد سمی هستین، این زیرلایه خیلی بیشتر میشه که نه حالا درست میشه، نه حالا مثلا این دفعه اشتباه کرد، نه حالا ببینیم چی میشه. اینها در واقع همه دروغ‌های ریز ریزی هستش که ما به خودمون میگیم و در واقع یک مکانیزم دفاعی هستش که ما از خودمون نشون میدیم تا بتونیم با اون طرف همزیستی بکنیم و شرایط رو تا جایی که میشه نوترال بکنیم، بدون تنش بکنیم. چرا؟ چون اون فردی که در واقع آسیب دیده هستش و پدر مادر نارسیسیسم یا در واقع خودشیفته داشته، در بزرگسالی اگر رو خودش کار نکنه و اگر در واقع مرزبندی ها رو یاد نگیره، میتونه همچین افرادی رو باهاشون وارد رابطه عاشقانه بشه. چون یک چیزی که توی در واقع روابط عاشقانه شما باید در نظر بگیرین یا روابط دوستانه باید در نظر بگیرین، این هستش که شما میگردین دنبال شبه پدر یا شبه مادرتون که ببینین که آیا اون دختر یا پسر اون ویژگی هایی که پدر و مادرمان رو داشت رو داره. شاید از خودآگاهتون شما خیلی دوست نداشته باشین، ولی به صورت ناخودآگاه جذب یک چیزی میشین، یک شرایطی میشین که براتون آشناه، براتون یادآور یه سری خاطراته و این رو باید آدم روش خیلی کار بکنه و میدونم شرایط سختی هستش و متاسفانه فرهنگی ما داشتیم و در واقع دنیای الان هم جوری هستش که خودشیفتگی رو در واقع تبلیغ میکنه، تشویق میکنه و متاسفانه با سوشال مدیا و این فرهنگی که در واقع همش شوآف باشه، همه چی رو همه میخوان به همه چیز نشون بدن، در واقع خودشیفتگی هم شیوعش بیشتر شده. شاید قبلا خیلی ها در خفا خودشیفته بودن، ولی الان علنا ما رفتارهای خودشیفتگی رو توی سوشال مدیا و همچنین خیلی جاهای دیگه میبینیم که من اصلا هیچ مشکلی با سوشال مدیا و استفاده از سوشال مدیا ندارم، ولی دارم میگم با اومدن سوشال مدیا باعث شد که این در واقع افرادی که خودشیفته بودن وارد در واقع آمارهای روانشناسی بشن و ما بتونیم اینها رو رصد بکنیم و در واقع الان شاید قبلا یک پرده روش بود و این شاید جزو یکی از خصوصی ترین خصیصه های یک فرد بود و تا یک فرد با یک فرد دیگه وارد رابطه نمیشد یا وارد یک آشنایی نمیشد، این رو نمیتونست بفهمه. ولی متاسفانه الان با وجود سوشال میدیا ما این رو به صورت علنا داریم میبینیم که خودشیفتگی و اینکه من از همه بهترم، من از همه برترم داره توی سوشال میدیا در واقع تبلیغ میشه و این رفتارهای خودشیفتگی و فردگرایی متاسفانه داره بیشتر روش تمرکز میشه
که این در طولانی مدت خیلی آسیب به جامعه ما خواهد زد. برای اینکه آخر سر من مخالف این نیستم که شما مراقب خودتون باشین، از خودتون مراقبت بکنین، خودتون اولویت قرار بدین، ولی این متفاوته با فردگرایی که شما تمام تمرکز خودتون رو روی فردگرایی بذارین و این افرادی که تمرکز رو فقط روی خودشون میذارن، این نشون میده که یک کمبودی بوده در متاسفانه در کودکیشون و همچنین این در واقع یک حالت دفاعی و یک حالت مکانیزم هستش که دارن اون افراد رو که تمام توجه رو میخوان برای خودشون بگیرن، برای اینکه یک عقده و یک در واقع یک کمبود خیلی زیادی رو توی دوران کودکی اینها در واقع تجربه کردن و این رو الان دارن توی رفتارهای بزرگسالی و ادالتهودشون رو هم نشان میدن که به نظر من همه اینها در واقع قابل درمان هستش تا حدودی، تا جایی که خود اون طرف هم بخواد و باید این کندوکاوها رو شروع بکنه و در واقع رو خودش کار بکنه تا بتونه این خصیصه ها رو تو خودش کم بده. و خیلی ها هم که گفتم شبه خودشیفته هستن یا در واقع علائم رو دارن، باز میگم سوشال مدیا و این پیشرفت علم و اینکه همه اینا میخوان شواف کنن، باعث مثلا زندگیشون رو میخوان شواف کنن، باعث شده که خصیصه ها یا ویژگی های خودشیفتگی در ما شیوع پیدا بکنه و ما اگر مواظب نباشیم این خیلی بر ضرر ما تموم میشه، چون در آخر انسان موجودی اجتماعی هستش و ما باید اگر خودمون حواسمون به بقیه و دیگران نباشه، این باعث میشه که دیگه اجتماع اون حالتش رو از دست بده و یک جامعه پر از فردگرا میشه که همه فقط میخوان منفعت‌های خودشون رو در نظر بگیرن و این طولانی مدت تمام اون ساختارهای روانشناسی و ساختارهای جامعه رو از بین میبره، حالا چه در خانواده، چه در روابط اجتماعی، چه در روابط کاری، چه در روابط دوستانه. پس این رو هم باید در نظر بگیریم. و همچنین متاسفانه یک چیزی که هستش، افراد خودشیفته توی فرهنگ ما و توی جامعه غرب که کپیتالیسم خیلی زیاد هستش، اینها خیلی مورد تشویق قرار میگیرن به خاطر اچیومنت هایی که دارن و هر کی که و به خاطر اینکه افراد خودشیفته توانایی این رو دارن که افراد باشن که 100% خودشون رو برای یک کار میذارن. یکی از ویژگی مثبت در واقع افراد خودشیفته هستش که یعنی به هیچ چون هیچ کس براشون مهم نیست و تنها خودشون براشون مهمه، پس گول ها و در واقع اون اهدافی که براشون دارن هم براشون خیلی بیشتر مهمه، به قیمتی که میتونن حتی پا روی افراد بذارن و اون هدفها رو برای خودشون انجام بدن. و متاسفانه توی فرهنگ کپیتالیسم این تشویق میشن این افراد به خاطر اینکه هر کسی که بیشتر داشته باشه، بیشتر درآمد داشته باشه، بیشتر در واقع کانسوم کرده باشه، بیشتر شعاف بکنه، اتفاقا اون فرهنگ کپیتالیسم هم این رو بیشتر بهش بها میده و این متاسفانه باعث شده که در واقع جامعه ما به جای اینکه فوکس یا تمرکز رو بذاره روی پروگرس که بتونن آقا مثلا توی این 20 سال این فرد چقدر پیشرفت داشته، فقط به آوتکام یا خروجی نگاه میکنن و این متاسفانه خوب نیستش، چون افراد بالا پایین های زیادی دارن توی زندگیشون و اگر ما فقط بخوایم به صورت یک سیستم و به صورت رباتگونه فقط به خروجی افراد نگاه بکنیم، این حالت دمیجینگ داره و در واقع داریم اون مسیری که اون طرف طی کرده تا به اون هدف برسه رو داریم نادیده میگیریم. این رو خواستم بگم یک مقدار اطلاعات عمومی و اینا، و همچنین اینکه میخوایم ما روی این کوپینگ مکانیزم ها بیشتر کار بکنیم و همچنین میخوام افرادی که متاسفانه وارد رابطه های سمی شدن یا روابط خانوادگی سمی دارن، این رو بیشتر خود در مراقبه خودشون باشن که یک سری از مکانیزم های دفاعی رو ما برای خودمون اجرا می کردیم برای اینکه پدر مادر متاسفانه خودشیفته‌ای داشتیم و اونها به خاطر بقا و سروایوال ما بوده که ما بتونیم در واقع یک همزیستی داشته باشیم، چون چاره دیگه ای نداشتیم. ولی الان که بزرگ شدیم، الان که در واقع دانشش رو داریم، میتونیم اون رفتارها رو کم کم کنار بذاریم و یک رفتارهای جدید، یک مرزبندی های جدیدی برای خودمون ایجاد بکنیم.
این از این بخش چیزی که من در واقع در فاز دوم یا فیز 2 چالش میخواستم بگم تموم شدش و اگر سوالی دارین ممنون میشم توی لایو بفرستین یا به صورت دایرکت برای من بفرستین. این کل چیزی بود که ما میخوایم روش کار بکنیم. پس توی فیز 2 که حالت سلف کیر بودش، ما بیشتر درباره کودک درون و همچنین یک سری نقش هایی که خودمون توی اتفاقایی که برامون افتاده رو داریم میخوایم ببینیم و همچنین درباره کوپینگ مکانیزم های خودمون میخوایم تمرین انجام بدیم که خودمون رو بیشتر بشناسیم و از خودمون مراقبتی بیشتری بکنیم. و تمرین اول رو هم درباره سلف کیر گذاشتم دیروز که یک نامه بعد شما به خودتون بنویسین و از خودتون تشکر بکنین به خاطر تمام سختی هایی که توی زندگی در واقع در تمام سختی هایی که توی زندگی برای شما اتفاق افتاده و شما باهاش پیش رفتین و یک حالت اینه که شما دوباره در واقع اون نیروی خودتون رو دوباره پیدا بکنین و اون اعتماد به نفس و عزت نفس شما به شما برگرده. این از این. و همچنین این فیز 2 یا سلف کیر یک حالت خودنوازشی داره که متاسفانه ما فکر میکنیم که تنها باید از افراد دور و برمون نوازش رو بگیریم. خیلی هامون متاسفانه به خاطر شرایط زندگیمون یا به خاطر اینی که شاید افراد همیشه برای ما تایم و وقت نداشته باشن و نتونن اون نوازش های روانی رو به ما بدن، ما باید یاد بگیریم که خودمون از خودمون مراقبت بکنیم و خودمون این نوازش ها، این وقت گذاشتن ها رو برای خودمون انجام بدیم و هرچی که بیشتر این رو انجام بدیم نیاز ما به افراد بیرون کم میشه و کمتر دنبال روابط صمیمی میریم، کمتر دنبال افراد صمیمی میریم و این در طولانی مدت برای ما خیلی مؤثره. پس همونطور که گفتم دستی که حالا یکی از اون نوازش‌های روانی که شما میتونید به خودتون بدین این هستش. شما دستی که باهاش کار نمی‌کنین، حالا اگر چپ دست هستین دست راستتون، اگر راست دست هستین دست چپتون، در واقع دست نمیشه گفت دست فرعی ولی دستی که باهاش کاری رو انجام نمیدین رو یه موقع‌های شما نوازش بکنین، این خودش یک خودنوازی هستش و این وقتی که اون دست فرعی رو یا اون دستی که باهاش کار انجام نمیدین رو شما خود نوازش میکنین، این در واقع برمیگرده به ناخودآگاه شما که در واقع توی ناخودآگاه شما همون کودک درون شما وجود داره و این به صورت لانگ ترم یک شفایی برای شما به وجود میاره و باعث میشه که شما با خودتون رو بیشتر بشناسین، با خودتون بیشتر احساس راحتی بکنین. اون فیلترهایی که جامعه و فرهنگ روی ما خود گذاشته و باعث شده ما با خود اصلیمون، با خود درونمون قطع باشیم، این روها رو کنار میزنه و وقتی که کودک درون شما شفا پیدا بکنه، در واقع شما خودتون شفا پیدا میکنین و اون میتونین در واقع توی این مراقبه‌ای هم که میخواین حالا توی 2-3 دقیقه آینده انجام بدیم، ما تمرکز روی همین هستش که ما حالا یکم درباره مراقبه صحبت بکنم. اول لایف هم گفتم اولین باری که مراقبه انجام شد در برنامه اپرا بودش که یک روانشناس آمریکایی اومد این رو انجام داد و ورژن انگلیسیش رو هم من براتون میذارم توی استوری ها. پس یک مراقبه من درآوردی نیستش، چیزیه که روش کار شده و یک روانشناس اومده انجام داده و اولین بار توی برنامه اپرا به صورت پابلیک انجام شد که خیلی آوتکام و خروجی خوبی داشتش، خدا را شد. توی این مراقبه من میخوام شما رو برگردونم به در واقع دوران کودکیتون و میخوایم بیشتر روی اون مانور بدیم و این مسئولیت رو برای خودمون بپذیریم که از الان به بعد ما مسئول کودک درونمون هستیم و ما مسئول رفتارها و خود مراقبتی هایی که باید از این کودک درونمون انجام بدیم هستیم. خب از همتون میخوام که توی با من این مراقبه رو انجام بدین، توی یک شرایط آروم بشینین. اگر روی مبل هستین یک حالت ساده بشینین، یک حالتی که در واقع راحت باشین. اگر نزدیک دیوار هستین میتونین به دیوار تکیه بدین، اگر رو مبل نشستین رو مبل میتونین به پشتی مبل تکیه بدین، رو صندلی هستین روی صندلی راحت بشینین و ما میخوایم با همدیگه یک 5 دقیقه یا این کمتر یک مراقبه رو با هم انجام بدیم که در واقع این باعث شفای کودک درون ما میشه. خب
ازتون میخوام که یک پوزیشن کامفتبل برای خودتون پیدا بکنید، یک پوزیشن و یک ساختاری که باش راحتین. شونه ها رو بدین عقب یکم و در واقع الان ما شروع میکنیم 3 تا نفس عمیق میکشیم و نفس ها هم باید شکمی باشه، در واقع شکمتون بالا و پایین بشه. نفسی که معمولا ما میکشیم نفس دیافراگمی هستش که قفسه سینه‌مون در واقع بالا پایین میشه و این نفسیه که ما رو آروم نمیکنه. پس کاری که ما میکنیم الان میخوایم 3 تا نفس عمیق شکمی بکشیم، یعنی شکمتون رو پر از باد میکنین و بعدش هوا رو خارج میکنیم. اولیشو با هم انجام میدیم. 1 2 3. خب این اسمش نفس شکمی هستش که من براتون توضیح دادم. حالا میخوام نفس شکمی رو که انجام بدین، یعنی وقتی که شکمتون رو پر از باد میکنین به اندازه 2 الی 3 ثانیه این نفس رو نگه دارین و بعد خروج بدین. خب با هم انجام میدیم. خب نفس میکشیم، شکممون رو پر از باد میکنیم و برای 2 الی 3 ثانیه نفسمون رو توی قفسه سینه‌مون نگه می‌داریم و بعد نفسمون رو خروج میدیم. خب با هم انجام میدیم. پس شکممون رو پر از باد. خب یه چیزی دیگه هم که من باید بگم برای افرادی که نمیدونن 1 ثانیه 2 ثانیه چقدر هستش، شما میتونید تایمر بزنید. اگر تایمر ندارین 1001 1002 1003 کلمه 1001 1002 1003 در واقع به اندازه‌ای هستش که 1 ثانیه میگذره. پس دوباره با هم انجام میدیم. یک نفس شکمی تنفس میکشیم، شکممون پر از باد میکنیم. و ازتون میخوام که وقتی که دم و بازدم رو انجام میدیم، بازدمتون حتما از بینی باشه و دمتون هم از بینی باشه. و آخرین نفس رو با هم انجام میدیم که پس دم از بینی 3 ثانیه نگه میداریم و بعد دوباره بازدم میدیم. تنفس شکمی کاری که انجام میده به شما رو به یک آرامش و یک استابیلیتی میرسونه و همچنین سطح اکسیژن رسانی رو توی خون شما و توی ششهای شما میبره بالا. برای همین یک حالت کامینگ افکت و یک حالت آرامش بخشی رو برای شما ایجاد میکنه. پس شروع میکنیم. آخرین نفس دم از بینی، شکم باد میشه و 3 ثانیه نگه میداریم و باز هم بازدم از دوباره بینی و این میشه تنفس شکمی. پس با هم انجام میدیم. دم، بازدم، یه دونه دیگه انجام میدیم به خاطر اینکه تمرین بشه. دم و بازدم. خب حالا که کم آروم شدیم ازتون میخوام چشماتون رو ببندین و من هم با خودتون این تمرین رو انجام میدم. پس گفتیم که توی حالت کامفتبل میشینیم. الان که تنفس شکمی انجام دادیم یکم آروم تریم و میخوایم مراقبه رو شروع بکنیم. خب چشممون رو میبندیم، یکم به بدنمون آگاه میشیم. تنفس شکمی رو ما ادامه میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم. خب الان که کم آروم تریم من ازتون میخوام برگردین به کودکی خودتون. برگردین و خودتون رو تصور کنین موقعی که کودک بودین، خونه‌ای که توش بزرگ شدین رو یادتون بیاد، پنجره‌هاش، درهاش، حس و حالش، اتاق‌هایی که توش میخوابیدین، بلند میشدین، پذیراییتون چه شکل بود، حال خونتون، آشپزخونه، دکوریشنی که داشتش خونتون رو به یادتون بیارین، حیاتی که توش بازی میکردین، خواهرتون، برادرتون وقتی که شما کودک بودین چجوری بودن، همه رو به یاد بیارین. و ازتون میخوام برگردین به اولین خاطره که از کودکی خودتون
یادتون میاد؟ چجوری بازی میکردین؟ چجوری با خودتون وقت میگذروندین؟ خونتون چه شکلی بود؟ پدر مادرتون مشغول چی بودن؟ با هم دیگه دم میگیریم، بازدم، دم، بازدم. خب توی اون خاطره‌ای که یادتون میاد خودتون رو ببرین توی اون شرایطی که توش بزرگ شدین، اسباب بازی هاتون، اتاق خوابتون، شاید رادیویی که مامانتون گوش میداد وقتی داشت آشپزی میکرد، آشپزخونه وقتی مامانتون داشت آشپزی میکرد، حال، پذیراییتون. خب حالا اون کودک رو ببینیم. انگار شما با این ذهن آروم و این ذهن و خود الانتون برگشتین و رفتین دوباره به عنوان یک مهمون توی دوران کودکیتون. زنگ در رو بزنین و در باز میشه و میرین داخل خونه. خود کودکتون در رو برای شمایی که الان بزرگسال هستین و برگشتین به اون خونه در رو برای شما باز میکنه. یادتون بیاد تمام سختگیری ها، شرایط بد، اتفاقات بدی که براتون تو اون خونه اتفاق افتاده. به دور و بر اون خونه نگاه بکنی، به دیوارهاش، به ساختارش، به پنجرهاش، به دکوراسیون توی خونه، به دکوراسیونی که شما باش خاطره دارین، فرشی که روش بازی کردین، اتاقی که روش روی تختش میخوابیدین، بلند میشدین، خودتون رو ببرین تو اتاقی که توی اون اتاق زندگی میکردین، با خودتون و اسباب بازی هاتون توی اون اتاق بازی میکردین. دم، بازدم، دم، بازدم. افرادی رو که اون موقع توی خانواده شما بودن رو به یاد بیارین. پدرتون، مادرتون، افرادی که باهاشون زندگی میکردین، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله ها، عمه ها، دختر عموها، دختر دایی ها، دختر خاله ها، افرادی که باهاشون رفت و آمد داشتین رو به یاد بیارین. انگار که خود الانتون که بزرگ و تو این سن هستین وسط اون خونه و وسط اون وقایع قرار گرفته و خودتون رو در حالت کودکی دارین میبینین. دم بگیرین، بازدم. یادتون بیاد تمام خاطراتی که خوب و بد توی این خونه بر شما گذشته، خاطراتی که با شما باهاش بزرگ شدین، قوانینی که شما باهاش بزرگ شدین، امر و نهی هایی که توی اون خونه به شما شده توسط افرادی که نام بردم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر، برادر، همه اون افراد رو توی اون خونه تصور بکنین. خودتون رو ببینین و خودتون رو ورژن خودتون توی کودکی خودتون رو ببینین و خودتون رو ببینین که جلوی این همه آدم وایسادین و این افراد و اتفاقهایی که برای شما به عمد یا ناعمد برای شما به رقم زدن رو به یاد بیارین و ببینین که اون کودک ورژن کودکی شما چه اتفاقهایی رو توی اون سن و چه اتفاقهایی رو توی اون مراسم، توی اون شرایط تحمل کرده. شاید اون خونه پر از درد برای شما بوده، شاید پر از اتفاقهای بد برای شما بوده، پر از محدودیت‌ها برای شما بوده.
ازتون میخوام تک تک اون خاطرات رو به یاد بیارین. دم باز دم، دم باز دم. ازتون میخوام اتفاقهایی که بر شما گذشته توی این خونه رو یادتون بیاد و ببینین که به اون کودک یا به اون ورژن کودکی شما چه ها گذشته. اون اسم خودتون رو صدا بزنین و اون دختر کوچولویی که اسمش هست برمیگرده و به شما نگاه میکنه و شما دست ورژن کودکی خودتون رو میگیرین و از اون خونه اون دختر رو خارج میکنین. دستش رو میگیرین، دست خودتون رو، دست ورژن کودکی خودتون رو میگیرین و به دور و بر نگاه میکنین و از خودتون میخواین و از اون دختر بچه کوچیک، پسر بچه کوچیک میخواین که با شما همراه شما بیاد. بعد از اینکه دست خودتون رو گرفتین، دست ورژن کودکی خودتون رو گرفتین، چون قدش کوتاهه و هنوز کوچیکه، زانو میزنین و اونو در آغوش میگیرین و بهش میگین که از این به بعد من مراقبتم، از این به بعد من از تو نگهداری میکنم و ازش میخواین که بهتون اعتماد بکنه. دستش رو بگیرین و بهش بگین من درک میکنم، من درک میکنم شرایطی که به تو گذشته سخت بوده، من تو رو درک میکنم که تو این خونه شاید اتفاقای خیلی بدی رو تجربه کردی، ولی از این به بعد من میخوام دستت رو بگیرم و از این به بعد من میخوام از تو مراقبت بکنم. توی چشمای اون کودک نگاه میکنین و یادتون میاد که چه بر این کودک گذشته و وقتی که به اون کودک به شما اعتماد کرد، دستش رو میگیرین و از اون خونه میبرینش بیرون و سوار یک تاکسی میشین و خودتون با ورژن کودکی خودتون سوار اون تاکسی میشن و از اون خونه دور میشن و از پنجره پشت اون تاکسی دارین نگاه میکنین که شما تمام اون اتفاقهای بد، تمام اون افراد رو، تمام اون خونه رو گذاشتین و دارین به سمت آینده پیشرفت میکنین و اون افراد، اون خاطرات بد، اون خونه‌ای که پر از اتفاقهای خوب و بد برای شما بوده، برای شما داره دور و دور و دورتر میشه. توی تاکسی که با ورژن کودکی خودتون صندلی عقب نشستین، ازتون میخوام دست ورژن کودکی خودتون رو بگیرین، اسم خودتون رو صدا بزنین و بگین که من از این به بعد از تو نگهداری میکنم، من از تو مراقبت میکنم، من اجازه نمیدم دیگه کسی حال تو رو بد بکنه، من اجازه نمیدم کسی از تو سوء استفاده بکنه، من اجازه نمیدم کسی از تو و شرایط تو سوء استفاده بکنه و تو رو دوست نداشته باشه. و ورژن کودکی خودتون رو در بغل میگیرین، انگار که این کودک رو شما نجات دادین و همینطور که تاکسی دور و دور و دورتر میشه، اون خونه هم برای شما و افرادی که اونجا صف کشیده بودن ریز و ریزتر میشه برای شما.
تمام اون دردها، تمام اتفاقهای بد رو شما توی خونه میذارین و توی اون تاکسی نشستین و به سمت آینده دارین حرکت میکنین. و همینطور که دست کودک درون خودتون رو گرفتین، دست اون ورژن کودکی خودتون رو گرفتین، ازش مراقبت میکنین، دست به سرش میکشین و اون رو در آغوش میگیرین و ازش میخواین که با شما همراه باشه، به شما اعتماد بکنه، چون از این به بعد شما برای اون کودک پدر و مادری خواهید کرد. شما از اون دختر کوچولو، اون کسی که اسمش رو صدا زدین مراقبت خواهید کرد و شما ازش پروتکت خواهید کرد و براش ایمنی فراهم میکنین. و همینطور که اون کودک درون خودتون و اون ورژن کودکی خودتون رو در بغل گرفتین، از اون خونه دور و دور و دورتر میشین، دور و دور و دورتر. خب ازتون میخوام با من نفس بکشین، تنفس شکمی، دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، باز، دم. برگردین به شرایط الان خودتون، به ذهن خودآگاه خودتون. بدن رو حس بکنین، دستاتون و انگشت‌های پاتون رو تکون بدین تا کم کم این آگاهی به شما برگرده. و همینطور که تنفس شکمی انجام میدین، ازتون میخوام که خودتون رو در شرایط آگاهی قرار بدین، دست خودتون رو نوازش بکنین و تنفس انجام بدین. دم، باز، دم، دم، باز، دم. و آروم آروم دستاتون رو به هم بمالین. روی چشماتون بذارین و چشماتون رو باز کنین کم کم. مرسی بچه‌ها با من توی این لایو بودین. امیدوارم، من که خودم توی حال خیلی روحانی هستم الان و شاید خیلیاتون صداتون گرفت، خیلیاتون ناراحت شدین وقتی که داشتین مراقبه رو انجام میدادین و تمام اینها خوبه و تمام اینها کاملا نرمال هستش و اون در واقع احساسات شما هست که کاملا هم ولید و قابل توجه هست. مرسی که با من این لایو رو همراه بودین و این مراقبه رو با من انجام دادین. لایو رو من سیو خواهم کرد و امیدوارم این حال خوبی که با هم دیگه تجربه کردیم و این آرامشی که با هم بهش رسیدیم رو شما هم تجربه کرده باشین. من خیلی لذت بردم و ازتون ممنونم که توی این لایو با من بودین. تمرین ها رو همونطور مثل قبل توی استوری میذارم و مانتراها رو میذارم. تمرین امروز رو دوباره توی استوری براتون مینویسم و امیدوارم که شما هم یه حال خوبی رو با من توی این لایو تجربه کرده باشین و این مراقبه رو انجام دادن این مراقبه با من. مرسی ازتون. اگر سوالی دارین برای من بفرستین و من پاسخگوی سوالای شما خواهم بود. مرسی از همه افرادی که توی لایو با من بودن و وقتشون رو برای من گذاشتن. امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشین و تا یک لایو دیگه و یک آگاهی دیگه، خدا نگهدار.